میدونید زندگی چیزیه که خیلی غیر ممکنه. نباید باشه ها، ولی هست. بودن ما، درخت‌ها، پرنده‌ها، اینا همه معجزه است. واقعا معجزه است. برای اینکه توی میلیون‌ها ستاره و میلیون‌ها کهکشان، فقط روی زمین، این سیاره ناچیز که در مقایسه با کل کائنات ذره غبار بیشتر نیست، حیات و زندگی به این شکل به وجود اومده. به نظر من زمین خوش اقبال ترین مکان تو کل هستیه، چون توی اون پرنده ها میخونن، درخت ها رشد میکنن و شکوفه میدن، آدم ها عشق میورزن، آواز میخونن، میرقصن. واقعا که اتفاق غیر قابل باوری رخ داده. این به تو بستگی داره. اینکه زندگی یک رنج و مصیبت باشه یا یه محبت به تو بستگی داره. چون فی نفسه مثل یک بوم نقاشی سفیده. هر چیزی روی اون بکشی همون میشه. میتونی رنج و سختی روی اون نقاشی کنی یا نه، از طرف دیگه میتونی نقش شادی و خوشبختی رو روی اون بکشی. شکوه و عظمت وجود انسانی تو توی همین آزادی و اختیارت خلاصه میشه. تو میتونی طوری از این آزادی استفاده کنی که زندگی تبدیل به یه جهنم بشه، یا طوری که زندگیت آکنده از زیبایی و عشق و صفات بهشتی بشه. این به تو بستگی داره. آدمیزاد دارای این آزادیه. دلیل اینکه توی دنیا این همه رنج و عذاب وجود داره اینی که آدما نمیدونن روی این بوم باید چی نقاشی کنن. انتخابش به عهده خودت. شکوه و جلال وجود تو توی همین اختیار در انتخاب نهفته است. این یکی از بزرگترین هدایاییه که خدا توی وجود آدم به ودیعه قرار داده. هیچ جانوری از این محبت بهره نبرده. جانوران همشون دارای برنامه از پیش تعیین شدن، غیر از انسان. یک سگ به قید سرنوشت مجبور و محکومه که برای همیشه سگ باشه و هیچ راه و امکان دیگه‌ای هم غیر از این براش وجود نداره. اون توی انتخابش آزاد نیست. سگ موجودی از پیش برنامه ریزی شده است و تنها کاری که انجام میده اینه که مطابق برنامه مثل یک سگ رفتار کنه. حق انتخاب و گزینه دومی هم واسش وجود نداره. اون یک موجودیت کاملا ثابت و بلا تغییر داره. این مورد واسه همه موجودات زنده از گل رز و نیلوفر آبی گرفته تا پرنده بالدار و جانور چارپا صادق. تنها آدمیزاده که از این قاعده مستثناست. این که فردا این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. انسان کاملا آزاده. آزادی گوهر وجود انسان و بزرگترین هدیه الهی به اونه. آدمیزاد بدون برنامه‌ریزی قبلی قدم به این دنیا میذاره و مجبور به پیروی از طرحی از پیش تعیین شده نیست. آدمیزاد خودش خالق خودشه. انسان هر چیزی از آب در بیاد به خودش بستگی داره. اون میتونه موجودی الهی مثل بودا باشه یا یک دیکتاتور و آدمکش مثل هیتلر. اینجا به قول شفیعی کدکنی در این حصار جادویی روزگار بشکن. تو که ترجمان صبحی به ترنم و ترانه،
تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن. تو میتونی تجلی شکوفایی، شعور، خودآگاهی و وجدان انسانی باشی یا مثل یک آدم ماشینی بدون اراده و اختیار. ولی به خاطر داشته باش که خودت مسئول انتخابایی که میکنی هستی. فقط تو و غیر از تو هم هیچ کس. داشتم فکر میکردم فرق بین آدم خوشبین و بدبین چی میتونه باشه. نمیدونم، ولی انگاری آدم خوشبین وقتی صبح از خواب بیدار میشه میره پشت پنجره میگه خدای من صبحت بخیر، پروردگار عزیزم که محبت نفس کشیدن و هستی رو امروزم به من بخشیدی. ولی در مقابل بدبین کسی که وقتی پای پنجره میره با خودش میگه خدای من بازم صبح شد. اینجاست که حق انتخاب با خودمونه. صبح برای همه یکیه. شاید حتی فرد خوشبین و بدبین توی یک اتاق نشسته باشن و از یک پنجره به بیرون نگاه کنن. پس میبینیم که این بستگی به خود آدم داره. یاد یه حکایت قدیمی از صوفیا افتادم. 2 مرید یک مرشد تو خونه باغ استادشون قدم میزدن. اونا اجازه داشتن هر روز صبح و بعد از ظهر قدم بزنن. این قدم زدن واسه اونا یه جور مراقبه به شمار می اومد. آدم که نمیتونه تمام 24 ساعت و 4 زانو بشینه. پاها به قدری تحرک هم نیاز دارن. به خاطر همینه که هر دو مکتب زن و صوفیگری چند ساعت رو تو حالت نشسته مراقبه میکنن. بعدش هم قدم زنان به این کار مشغول میشن. ولی خب مراقبهشون همچنان ادامه داره، چه نشسته چه در حال راه رفتن. در هر حال اون 2 مرید اهل دود و چپق بودن. واسه همین تصمیم گرفتن از مرشد خودشون واسه چپق کشیدن اجازه بگیرن. گفتن فردا به سراغش میریم. نهایتش اینه که بگه نه، ولی ما در هر حال از اون سوال میکنیم. فکر نکنم چپق کشیدن در باغ توهین به مقدسات باشه. ما که نمیخوایم توی خونش این کارو بکنیم. روز بعد 2 مرید همه تو باغ ملاقات کرد. یکی از اونها عصبانی بود. عصبانی به خاطر اینکه دیگری حق داشت چپق دود کنه. بعد بهش گفت یعنی چی؟ من از مرشد سوال کردم ولی اون با سردی و بی‌اعتنایی تقاضامو رد کرد و گفت نه. و حالا تو اینجا ایستادی و داری چپق میکشی؟ مگه از دستورات مرشد پیروی نمی‌کنی؟ دیگری گفت ولی اون به من اجازه داد. این واقعا غیر عادلانه بود. اولی گفت من فوراً میرم پیشش و میپرسم چرا به من گفت نه ولی به تو گفت بله. دیگری هم در جوابش میگه 1 دقیقه صبر کن، لطفاً به من بگو که ازش چی پرسیدی. اولی بهش میگه چی پرسیدم؟ خب خیلی ساده پرسیدم میشه هنگام مراقبه چپق بکشم؟ اونم قاطعانه گفت نه. خیلی هم عصبانی شد. دیگری شروع به خندیدن کرد و گفت حالا فهمیدم موضوع از چه قراره. من از مرشد پرسیدم میتونم هنگام چپق کشیدن مراقبه کنم؟ و اونم گفت بله. پس میبینیم که هر اتفاقی که توی زندگی ما رخ میده به طرز فکر و نگرش و انتخابای ما بستگی داره. تفاوت خیلی کوچیک باعث تغییرات خیلی بزرگ توی زندگی ما میشن. تفاوت بین 2 سوال مطرح شده از مرشد خیلی بزرگ بود. میتونم هنگام مراقبه چپق بکشم؟ خب سوال خیلی زشتیه، در صورتی که میتونم وقتی چپق میکشم مراقبه کنم. معلومه که این اصلا ایرادی نداره، چون از این کار هم به عنوان فرصتی واسه مراقبه داره استفاده میشه. پس میبینیم که زندگی ما فی نفسه نه رنج نه مصیبت، نه شادی نه کمال. زندگی یک بوم نقاشی سفیده و
آدم باید خیلی هنرمندانه با اون برخورد کنه. آزاد شو از بند خویش، زنجیر را باور نکن. اکنون زمان زندگی است، تأخیر را باور نکن. حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن. از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن. خود را ضعیف و کم مدان، تنها در این عالم ندان. تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن. بر روی بوم زندگی هر چیز میخواهی بکش. زیبا و زشتش پای توست، تحقیر را باور نکن. تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی. از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن. خالق تو را شاد آفرید، آزاد آفرید. پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن.